ماه شوال یک دری بزرگ است برای ادامه دادن طاعت و عبادت بعد از رمضان. پس هر کسی که رمضان را روزه بگیرد و بعد از آن 6 روز شوال را پیروی کند، مثل آن کسی است که تمام سال را روزه داشته است. پیامبر صلی الله علیه و سلم این را چنین توضیح دادند و فرمودند کسی که رمضان را روزه بگیرد پس آن برابر 10 ماه است و روزه 6 روزی بعد از عید فطر یعنی شوال این کامل کننده روزه سال قرار می گیرد. و با این راه انسان کمبودی ها و نقصان هایی که در روزه فرضی یعنی رمضان رخ داده است جبران خواهد کرد، چون که در روز قیامت طبق حدیث ذکر شده نارسایی های فرض ها با نوافل با عمل های سنتی پورا کرده می شود. پس آغاز روز 6 روز شوال از روز دوم شوال جایز می گردد، زیرا روز عید روزه گرفتن قطعا جایز نیست و حرام است. این 6 روز را مسلمان می تواند در هر وقت شوال روزه بدارد، پی در پی جداگانه. در این مسئله آسانی وجود دارد و امر واسع است، اما شتاب کردن با کارهای خیر این بهتر و نیکوتر است. و کسی که روزهای قضایی رمضان را دارد باید در شوال به زودی آنها ادا نماید تا از ذمه‌اش آن را برداشته کند، زیرا نمیداند در آینده چی رخ میدهد. الله داناتر است و باید اول قرضهای خود را بگیرد، بعد 6 روز از شوال را کامل نماید تا واقعا پیروی از روزه رمضان با 6 این روز شوال حاصل بگردد. و یک جا کردن نیت قضای رمضان با 6 روز شوال درست نیست، زیرا رمضان هنوز پورا انجام نشده است و روزه های فرضی نیت های خاصی دارند. اما ممکن است که 3 روز ایام بید روزهای سفید با 6 روز شوال اگر یک بیان آنها را جمع کرده 2 ثواب را به دست بیاورد. و چیزی وجود ندارد که ازدواج را در ماه شوال منع کند. عایشه رضی الله عنها گفته است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در ماه شوال به من نکاح کردند و در شوال با من زندگی را آغاز نمودند. پس کدام از زنان رسول الله صلی الله علیه و سلم نزد او از من محبوب تر بود. پس کوشش کن که در این ماه شوال با طاعت عبادت به پروردگار نزدیکی کنی. و حسن بصری فرمودند که الله برای عمل مؤمن مهلت جز مرگ قرار نداده است. سپس این آیه را تلاوت نمودند و پروردگارت را عبادت کن تا وقتی که یقین یعنی مرگ به تو برسد، به سراغ تو بیاید. الله اعلم.